امروز قراره در مورد یک تکنیک شگفت‌انگیز صحبت کنیم که میتونه زندگیتون رو در زمینه مالی تغییر بده. این تکنیک از آموزه‌های آبراهام هیکس الهام گرفته شده و بر پایه ارتعاش فراوانی بنا شده. اگر تا به حال احساس کردید که پول به سختی به زندگی شما میاد یا همیشه در حال تلاش برای رسیدن به ثروت هستید، این روش برای شماست. مرحله اول، تغییر تمرکز به احساس فراوانی. آبراهام هیکس میگه که جهان ما به ارتعاشات واکنش نشون میده، نه به کلمات یا خواسته ها. اگر شما احساس کمبود دارید، این ارتعاش رو ارسال میکنید و بیشتر کمبود به سمت شما جذب میشه. اما اگه احساس کنید که الان هم فراوانی دارید، حتی در چیزهای کوچک مثل یک فنجان چای ارتعاش فراوانی رو ارسال میکنید و پول بیشتری جذب میشه. تمرینه به چیزهای ساده‌ای که دارید فکر کنید. مثلا بگید من بابت این هوای تمیز سپاسگزارم. احساس میکنم پول به راحتی به زندگی من میاد. این تمرین ذهن شما رو از کمبود به سمت فراوانی هدایت میکنه. مرحله دوم، تجسم ثروت و فراوانی. حالا وقتشه که ثروتی رو که میخواهید تجسم کنید. تصور کنید در حال انجام کارهایی هستید که با داشتن پول امکان پذیره. مثلا تصور کنید در حال خرید خانه رویاییتون هستید یا تعطیلات لوکسی دارید. مهما که فقط تصویرسازی نکنید، بلکه احساس واقعی تجربه اون لحظه رو هم داشته باشید. مثل اینه که خودتون رو در اون موقعیت ببینید و شادی، آرامش و امنیت مالی رو حس کنید. مرحله سوم، رهایی از نگرانی و کنترل. یکی از نکات مهم آبراهام هیکس اینه که وقتی ارتعاش فراوانی رو ارسال کردید، باید نگرانی درباره چگونگی یا زمان وقوع اون رو رها کنید. وظیفه شما ارسال ارتعاشه، نه برنامه‌ریزی جزئیات. اعتماد کنید که جهان این فراوانی رو به سمت شما میاره. این تکنیک قدرتمند شامل 3 گام ساده است: تمرکز روی احساس فراوانی، تجسم خلاق با احساسات واقعی، رهایی از نگرانی. با اجرای این تکنیک هر روز شاهد تغییرات بزرگی در وضعیت مالی خودتون خواهید بود. یادتون نره که قدرت اصلی در احساسات و باورهای شماست.